دستان رو به بالا در نمایشگاهی در نزدیکی واشنگتن به معرض تماشا گذاشته شدند. هرچند این دستان خاموشند ولی پیام استواری دارند. هر کدام آنها نام یکی از صدها قربانی ایران را دارد که برای شرکت در تظاهرات در پی مرگ مهسا امینی کشته شدند. مهسا یک زن 22 ساله کرد بود که ماه سپتامبر سال 2022 بعد دستگیر شدنش در بازداشتگاه به هلاکت رسید. پلیس اخلاقی ایران او را بر رعایت نکردن حجاب ایبدار کرده بود. مرگ او که باعث اعتراضهای عمومی در سراسر کشور شد، بر رسام کیانا هنرمند الهام بخشید. مشاهده کردن زورآوری نسبت این قدر آدم دهشتبار بود. از جمله مردان و زنان و کودکان کشته شده و هزارها نفر به حبس گرفته شدند. کاری هنرمند به تظاهر کنندگان احترام می‌گذارد، چون اعتراضهای زن، زندگی، آزادی به یک حرکت پرقدرت در سراسر ایران و دیگر گوشه‌های جهان تبدیل یافت. برایم صحبت کردن در این باره ضرور بود، زیرا این بزرگترین و مهمترین جنبش فمینیستی زمان ماست، اما درباره آن تا حدی لازمه حرف زده نمی شود. کلمه های زن، زندگی، آزادی همچنین به طور رمزی در تیرزه ها در شکل تکراری نوشته و تارهای موی ها در دیوار نمایشگاه آویخته شدند. در آغاز تظاهرات زنان زیادی به کوچه ها برآمدند. آنها هم از کشتار مهسا و هم از شیوه برخورد حکومت با اعتراض ها خیلی خشمگین بودند. از این رو آنها با نشان اعتراض موی هایشان را بریدند. در پی بسیاری از زنان در سراسر جهان برای نشان دادن همراهی با زنان ایرانی به بریدن موی خود آغاز کردند. از این رو من به موی ها اشاره کردم. چیزی که به من سخت تاثیر کرد دیدن موی در دیوارها بود، زیرا موی ها در مبارزه بانوان ایرانی برای آزادی نقش کلیدی داشتند. همچنین دستان خونالود بیانگر خشونت در نسبت زنان است که در ایران حق طلبی می کنند. من فکر میکنم حالا بیش از پیش ما باید در همه جا از حقوق زنان حمایت کنیم. مشاهده آن که زنان در ایران همه روزه عملهای عادی بی اطاعتی به مثل نپوشیدن حجاب را انجام میدهند الهام بخش است. آنها خیلی جسورند و من این را میپسندم. کیانا هنرمند میگوید او به علاوه کردن دستها برای هر قربانی اعتراض ها که مرگشان تصدیق شده است ادامه خواهد داد.